بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جوانان عزیز و بزرگوار تاجیکستان، آنهایی که در تاجیکستان سکونت دارید، اونهایی که در روسیه مشغول کار هستید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله متعال شما را در پناه و عصمت خود داشته باشد، طوری که همه ما و شما باید به خاطر دین رب العزت و الجلال تلاش بکنیم و به همدیگر همکاری داشته باشیم. ما میخواهیم یک کتابخانه بزرگ اسلامی ایجاد بکنیم. روی این ملحوظ از شما عزیزان نهایت بزرگوار و متدین و با خدا و با ایمان که همیشه ابراز محبت شما برای بنده میرسید، بنابراین از شما عزیزان تقاضا می کنم که در اعمار این کتابخانه بزرگ اسلامی همکاری مالی داشته باشید. من شماره واتساپ خود را می گویم، عزیزان با من تماس شوند و بعد شماره کارت بانکی را عرضه می کنیم. شماره واتساپ بنده 2093 790 66 69 74 هست. اجرکم علی الله.